قسمت ششم از دوره آموزشی سی شارپ در خدمت شما عزیزان هست. امروز قرار با دستور شرطی ایف آشنا بشید و بعدش هم چجوری توی کنسول از کاربر یک عددی رو دریافت کنید. ایف یعنی اگر مثلا من یک عددی دارم int a برابر با 6. فرض کنید شما یک سنسور دما داریم که دمای محیط رو میسنجه و اون عدد میاد حالا مثلا توی کامپیوتر شما. حالا یک مثال، بعد میخواید بگید اگر این عدد بیشتر از مثلا 20 شد، بیشتر از مثلا 40 شد، آب خونه مثلا آتیش گرفت، مکان آتیش گرفت، سیستم هشدار رو روشن، فلان کارو انجام بده. ما از ایف استفاده میکنیم. نحوه استفاده از ایف به این شکل نویسید ایف رو مینویسید یک پرانتز باز و بسته، خط بعد یک آکولات باز و بسته. این میشه نحوه کلی دستور ایف. حالا توی این پرانتز باید شرط بنویسید. شرط داخل آکولات باید دستورات رو بنویسید. پس شد ایف پرانتز باز و بسته، خط بعد آکولات باز و بسته. ما اینجا شرط می‌نویسیم توی پرانتز و توی آکولات دستورات رو می‌نویسیم. شرط ما مثلا من اینجا شرط می‌نویسم که اگر آ برابر بود با 6. جلسات قبل که داشتم عملگرها رو میگفتم یک سری دستورات دیگه هم هست که موقعی که من دستورات شرطی رو گفتم بهتون آموزش میدم. موقعی که دوتا مساوی بگذارید برابر بودن رو مقایسه میکنید که آیا A برابر با 6 هست یا نه. اگر یه دونه بگذارید یعنی 6 رو بریز تو A، مقدار A بشه 6. ولی موقعی که دوتا مساوی میگذارید یعنی که آیا A با 6 با هم دیگه برابر هستن یا نه. من میگم اگر A برابر با 6 بیا واسه من چاپ کن فقط حالا جلوی ایف ما سمیکالن نمیگذاریم. این دستورات که اینجا میگذاریم مینویسیم اینجا سمیکالن میگذاریم. پس اینجا شرطمون رو نوشتیم، اینجا دستورمون یک اجرا میگیره. اینجا نوشت is good. حالا من میخوام یک عددی از کاربر دریافت کنم. اون عدد مثلا اگر که بین 0 تا 10 بود یک پیام چاپ کنه که این بده. اگر از 10 تا 20 بود بگه خوبه. اگر از مثلا 20 تا 30 بود بگه خیلی خوبه. واسه اینکه ما عدد از کاربر بگیریم باید یک متغیر از نوع استرینگ تعریف کنیم، چون هر چیزی که کاربر وارد کنه استرینگ. ما اعداد دریافتمون از سمت کاربر استرینگ میشه. پس باید یک متغیر از نوع استرینگ ما اینجا تعریف کنیم. این آرام مقدارش رو برم. الان در خط اول من گفتم برنامه خط به خط اجرا میشه میاد باید. برنامه میاد یه دونه متغیر از نوع اینت میسازه، اسمش میذاره A. یک متغیر از نوع استرینگ میسازه، اسمش میذاره B. در مرحله بعد ما میخوایم یک عدد از کاربر دریافت کنیم و اونو داخل B ذخیره کنیم. پس موقعی که من میخوام داخل B ذخیره کنم نیستم B مساوی کنسول read line. موقعی که بنویسید read line یعنی که توی کنسول یک چیزی دریافت و اونو دریافت میکنه میریزه داخل B. حالا من میخوام بگم که اگر B بین 0 تا 10 بود مثلا اینجا بنویس که is bad. ولی خب این استرینگ من قبلا بهتون گفتم که چجوری استرینگ رو به اینت تبدیل کنیم. من میگم A مساوی اینت پارس B. قبلا گفتم که اینجوری استرینگ رو به اینت تبدیل میکنیم دیگه. ما الان یک عددی از کاربر در این خط گرفتیم، ذخیرش کردیم توی B. بعد اومدیم چون که استرینگ بوده اینا تبدیلش کردیم به نوع عددی و این عدد رو ذخیره کردیم در A. حالا میخوام بگم اگر که A بزرگتر یا مساوی 0 بود، اینجا می‌نویسم 0. این یعنی چی؟ من اینجا 0 گذاشتم. این یعنی اگر A با این علامت یعنی اگر A بزرگتر از 0 بود و با این مساوی یعنی اگر که A برابر 0. پس تا اینجا من نوشتم اگر A بزرگتر یا برابر 0 بود و از این طرف هم میخوام بگم که برابر یا کوچکتر از 10. پس تا اینجا شد A مساوی و بزرگتر از 0 بود و کوچکتر مساوی 10. حالا من و رو چجوری باید اینجا بنویسم؟
با 2 تا علامت اند این معنی و میده. مینویسم A کوچیکتر مساوی 10. فاصله بگذارم که شما راحت‌تر ببینید. نوشتم if اگر A برابر یا بزرگتر از 0 و یعنی و A کوچکتر و مساوی 10 بود، اینجا واسه من بنویس is bad. من الان یک اجرا میگیرم. خب من الان باید اینجا یک چیزی بنویسم. مثلا نویسم 3 اینتر میزنم، اینجا مینویسه is bad. خب ما الان یه مشکل داریم. اول اینکه وقتی که این اجرا میشه کاربر از کجا بفهمه که حالا باید عدد وارد کنیم؟ پس ما میایم بدون کنسول میایم کنسول این قبل از اینکه حالا عدد بخواد بگیره کنسول دات رایت لاین مینویسیم که اینتر یو نام یه متنی میگیم نمایش بدیم. اجرا میکنیم ببینید یک متنی نمایش بدیم. من مینویسم که مثلا 8 اینتر میکنم مینویسه is bad. خب تا اینجا درست. حالا من میخوام بگم که اگر بین مثلا از 11 بود تا 20 بنویس خوب، این میشه 11 این میشه 20. بعد میخوام بنویسم که اگر مثلا از 21 بود تا 30 بنویس خیلی. یک اجرا میگیریم اینتریور نامبر زنم 24 نوشت is very good. خب ما اینجا یک برنامه نوشتیم، یه دونه اینت داریم، یه استرینگ داریم، یک متن رو به کاربر نمایش میدیم، بعد یک عددی از کاربر میگیریم. هر چیزی که شما از کاربر بگیرید استرینگه، ما اینجا باید تبدیلش کنیم به اینت. ببینید چون من اینجا بی رو استرینگ تعریف کردم، اون استرینگ نیست. در هر صورت کاربر توی محیط کنسول هر چیزی که وارد کنه خود برنامه میگه استرینگ. یعنی من اینو اگرم استرینگ کنم ارور میده، میگه کاربر هر چیزی وارد کنه استرینگ. پس ما مجبوریم این بی را استرینگ تعریف کنیم، مجبور. بعدش هم باید تبدیلش کنیم به نوع عددی این. اینجا هم اومدیم یه ایف نوشتیم، گفتیم اگر که A بزرگتر مساوی 0 و A کوچکتر مساوی 10 بود این کارو کن، از 11 تا 20 این کارو کن، از 21 تا 30 این کار. ولی این درستش نیست که ما بیایم 3 تا ایف پشت سر هم بنویسیم. دستور ایف یک دستوریه که ممکن از else استفاده کنیم. else یعنی در غیر این صورت. چرا؟ چون اینجا 3 تا دستوره، 3 تا دستور رو میاد بررسی میکنه. اون یه دستور ایفه که ادامهش رو میده، با هم سریع تره هم کدوم تمیز تره و ما باید اونو بنویسیم. اون به چه شکله؟ بعد از آکولات نویسیم else. حالا اینجا واسه ما بنویس is good. من این دستور رو اینجا هم رو کامنتش میکنم. اینو هم کامنت کرد. این الان چی میگه؟ ما گفتیم که اگر A 0 بود و بزرگتر از 0 تا A برابر و کوچکتر از 10 واسه ما بنویس is bad. else یعنی در غیر این صورت. در غیر این صورت هر چیزی بود بنویس good. هر چیز. حالا ما اینجا یک اجرا میگیریم، سمیکالونش رو بگذاریم، یک اجرا میگیریم 18 is good. اگر که ما چندین شرط داشتیم میتونیم از elf و else if استفاده کنیم. else if به چه شکلی؟ else if میگه که else if میگه اگر این شرط برقرار بود این کار انجام بده. در غیر این صورت اگر این شرط برقرار بود این کار انجام بده. بعد ما میتونیم یه دونه else if دیگه هم بنویسیم. هر چند تایی که خواستید میتونید else if بنویسید، هر چند تا اصلا مهم نیست. تا دوست دارید هم تو else if میتونید بنویسید.
نحوه صحیح استفاده از چند تا دستور ایف به این شکل، یعنی اینجا که من نوشتم ایف بعد دوباره نوشتم ایف بعد دوباره نوشتم ایف، اون کاملا اشتباهه و من میام اینا حذفش. نحوه صحیح و درست استفاده از چند تا ایف به این شکل، اولش هم نوشتید ایف پرانتز بازه بسته شرط دستور، بعد میشه else if در غیر این صورت اگر، شرط دستور دوباره else if در غیر این صورت اگر، شرط دستور. حالا من میخوام یه else خالی بنویسم. else خالی، else به صورت تک که بنویسید میگه در غیر این صورت دیگه هیچ شرطی ما اینجا نمی نویسیم. روبروی else هیچ شرطی نمی نویسیم. ما میگیم اگر این شرط بود این کارو بکن، اگر این شرط بود این کارو بکن، اگر این شرط بود این کارو بکن. میگیم حالا اگر عددی که وارد کرد جزو هیچ کدوم از اینا نبود، مثلا بهش بگو خداحافظ یا مثلا بهش بگو هلو. من یک بار دستور رو اجرا میکنم. من اگر بنویسم 23 is very good. یک بار دیگه اجرا میکنیم. 11 is good. 3 is bad. حالا من اگر بنویسم اینجا 67 نویش هلو. این کل دستور ایف همینه. میتونید ایف خالی بنویسید، میتونید یک ایف بگذارید با else، میتونید یه دونه ایف باشه با تعداد زیادی else ایف و else. موقعی که بعد از این ایفتون بخواید یک دستور دیگه بذارید مینویسید else. else خالی هم واسه موقعی که شما هیچ چیزی نمیخواید بگذارید، هیچ شرطی نمیخواید بنویسید، میخواید بنویسید در غیر صورت اگر هر اتفاقی افتاد، هر اتفاقی فلان کار انجام بده، که دقیقا ما این کار کردیم. ما از 0 تا 30 رو یک متن نوشتیم، بعد گفتیم که آقا به غیر از این رنج عددی هر چیزی که طرف وارد کرد تو بهش بگو هلو. اینم شد else. نحوه حالا گرفتن یک عدد از کاربرم که اینجا بهتون آموزشش رو دادیم. حالا اینجا ما نوشتیم که و ما دستور دیگه داریم به نام یا. و ای که اینجا می نویسید یعنی هم این و هم این جفتشون باید برقرار باشن، یعنی هم آ باید بزرگتر مساوی 0 باشه و هم آ کوچیکتر مساوی 10. ما یه دستور دیگه داریم به نام یا. من مثلا اینجا نوشتم که اگر آ برابر بود با مثلا 10 یا آ برابر بود با 20، اینجا واسه من نوشت is bad. این else این آدم پاک. این دوتا خط عمودی یعنی یا. بالای دکمه اینتر روی کیبورد، دکمه اینتر کیبوردتون، دکمه بالاییش، بالای دکمه کیبورد شیفت که نگه دارید اونو بزنید خط صاف میگذاره. دوتا که بگذارید یعنی یا. الان گفتیم اگر آ برابر با 10 یا آ برابر با 20 بود بنویس is bad. اینجا میتونم بدون else بنویسم بگم در غیر این صورت هر چیزی که بود پرینت کن با. من یک اجرا میگیرم. من اینجا می‌نویسم 10 می‌نویسه is bad. بزنم 12 می‌نویسه با. را بایم به این بنویسم 20 دوباره می‌نویسه is bad. پس این شد چی؟ این شد یا. یعنی یا این شرط این طرفی برقرار باشه یا شرط این طرف برقرار باشه. دو تا علامت اند یعنی جفتش هم زمان برقرار باشه. میتونید هم که کلا یه دونه شرط باشه. کلا اینجا میگیم اگر A برابر 10. تا اینجا هر چیزی که گفتم تمرین کنید. فیلم یه لحظه نگه دارید تمرین کنید. یه دونه دستور ایف هم هست میشه به صورت تک خطی نوشتش، به صورت تک خط. مثلا فرض کنید کاربر میخواد نمره امتحانیشو وارد کنه. نمره امتحان میخوایم بگیم که اگر بیشتر از 16 بود بنویس خوب، اگر کمتر از 16 بود بنویس بد. توی یه خط یادتونه که گفتم توی console.writeLine توی پرانتزش ما میتونیم دستورات بنویسیم.
مثلا کنسول دات رایت لاین پرانتز باز A بزرگتر یا مساوی 16 بود، علامت سوال میگذارید، بعد دبل کوتیشن میگذارید نقطه A دو نقطه دوباره دبل کوتیشن میگذارید، پرانتز بسته یه اجرا میگیریم الان بهتون توضیح. اینتریور نام من مثلا هپ اینتر ایز یه اجرا دیگه میگیرم بزنم 4 ایز بک. این الان چیکار کرد؟ از این خط تا این خطش که همون کدای قبلیمون جالا متغیر تعریف کردیم و از کاربر عدد گرفتیم و عددمون رو به اینت تبدیل کردیم. این قسمت ایفمون رو ما اومدیم توی یک خط نوشتیم، یه کنسول دات رایت لاین نوشتیم، ما گفتیم اگر A بزرگتر یا برابر 16 بود یه علامت سوال اینجا باید بگذاریم. اینجا شرطمون رو می‌نویسیم، در این بخش شرط می‌نویسیم. من اینجا فارسیش هم واسهتون بنویسم. قبل از این علامت سوال ما شرط می‌نویسیم، بعد داخل دبل کوتیشن اول دستوراتمون رو می‌نویسیم، اون چیزی که قراره چاپ بشه میتونیم اینجا بنویسیم داخل دبل کوتیشن. پس چی شد؟ قبل از علامت سوال شرط، بعد از علامت سوال دستورات، یک دو نقطه میگذارید، این قسمت میشه else در غیر این صورت، در غیر این صورت برعکس. اینجا هم که شد دستورات. خیلی ساده. کنسول دات رایت لاین A شرطمونه یک علامت سوال، اول شرط، بعد دستوراتمون رو می‌نویسیم، یک دو نقطه میذاریم و بعد از دو نقطه else اون چیزی که توی else میخوایم بنویسیم و اینجا می‌نویسیم. به همین راحتی. شاد و موفق باشید. خدا یار و نگهدار.